سلام دوستان، پری هستم. به کانال کوکوم خیلی خوش اومدید. این اولین ویدیویی هست که میخوام برای شما بذارم. چنل من یه چنل آموزشیه. ممنون میشم که از من حمایت کنید. من سعی میکنم اینجا غذاهای آسون، سریع، در این حال مقرون به صرفه رو برای شما به آموزش بذارم. ممنون میشم ازم حمایت کنید و اگه غذایی چیزی دوست دارید که آموزش ببینید و به هم بگید که من برای شما درست کنم و ممنون میشم همراهیم کنید و ازم حمایت کنید. امروز میخوام براتون یه غذای خیلی آسون با وسیله‌ای که همه تو خونه هامون داریم، وسیله عجیب و غریبی نیست، براتون درست کنم. امروز بیایم با هم دیگه یه مافین سبزیجات خیلی خوشمزه رو درست کنیم که حتی کسایی که رژیم دارن و نمیتونن سرخ کردنی بخورن راحت بتونن این غذا رو بخورن. بریم که با هم درست کنیم. ممنون میشم تا آخر ویدیو با من باشید. برای درست کردن این مافین خوشمزه نیاز داریم به سبزیجاتی که من استفاده میکنم. تمام میانگینی که من دارم استفاده میکنم لیوان فرانسوی، لیوان دسته‌دار فرانسویه. پس طبق میانگینی که میگیرم شما از همون لیوانایی که تو خونه دارین، لیوان دسته‌دار فرانسوی میتونید استفاده کنید. نخود فرنگی یک لیوان، هویج پخته شده یک لیوان، پنیر پیتزا یک لیوان و نصفی، ذرت نصف لیوان، سیب زمینی سرخ کرده. البته من اینو با سرخ‌کن هوایی درست کردم و روغن فقط یک قاشق بیشتر نداره. شما میتونید به همین روش استفاده کنید یا اصلا میتونید آبپز استفاده کنید اگه میخواین که رژیمی باشه. اینم باز یک لیوان. پنیر صبحانه شیرازی یا اون پنیر محلی، این پنیر میشه نصف لیوان. ژامبون، سوسیس یا مرغ تیکه کوچیک تفت داده شده، حالا دلخواهه، یک لیوان. من از این سوسیس یک دونه گذاشتم که شد یک لیوان. روغن برای چرب کردن کف ظرفمون، مقدار خیلی کمی. گوجه برای تزیین. تخم مرغ من 6 تا آوردم، ولی خب شما میانگین بگیرید 6 تا 8 تا، چون ممکنه کم بیاد، ممکنه هم زیاد بیاد. ادویه‌ای که میخوام استفاده کنم: نمک، پودر آویشن، زردچوبه، فلفل سیاه و پاپریکای باول یا همون پول سرده که هم خوش رنگ میکنه و هم بوی بد تخم مرغ رو میگیره. بریم واسه درست کردن این غذای خوشمزه با من همراه باشید. خب یه ظرف بزرگ میاریم و توش سبزیجاتمون رو مخلوط میکنیم. هویج، نخود فرنگی، ذرت. دوستان توجه کنید که سبزیجات هم دل بخواهی. شما مثلا میتونید بروکلی اضافه کنید یا میتونید مثلا یه سبزیجات رو کم کنید یا بیشتر کنید. سبزیجات هم دل بخواهیه. سیب زمینی، بازم تکرار میکنم، سیب زمینی میتونه آبپزم باشه، حالا صرفا نباید سرخ کرده باشه. من سرخش کردم با سرخ‌کن هوایی و یه قاشق هم بیشتر روغن به کار نبرد از من. سوسیس، پنیر محلی، و پنیر پیتزا. من همه پنیر پیتزامو نمیریزم، مقداری از پنیر پیتزا میریزم. مقداری یعنی نصف لیوان دسته دار رو شما توی خودش
بریزین، تو خود مواد بریزین و مخلوط کنین. مابقی رو میتونید مابقی رو میذاریم برای تزیین کردنش. وقتی که میخوایم بذاریمش تو فرش شکل خیلی قشنگی بهش میده. مابقی رو میذاریم برای روش. خب شروع میکنیم اضافه کردن تخم مرغ. من 6 تا تخم مرغ یه جا دارم میذارم چون میدونم که 6 تا تخم مرغ یا شاید هم بیشتر نیاز دارم. مواد من زیاده. حالا شما میتونید کمتر یا بیشتر بذارید. بستگی به اندازه موادتون داره. خب یک قاشق چایخوری زردچوبه، یک قاشق چایخوری پودر آویشن، یک قاشق چایخوری پودر فلفل سیاه، و دو قاشق چایخوری بولبیبر سرد یا همون پاپریکای واول اضافه میکنم بهش. نمک به همون اندازه که بعضی خوش نمک دوست دارن. من یه قاشق چایخوری اضافه میکنم. حالا بعضی نمک بیشتر دوست دارن، بیشتر اضافه میکنم. یه قاشق چایخوری بیشتر شد. خوب مواد رو با هم مخلوط میکنم. اینم در نظر بگیرید که تخم مرغ هرچی تو این غذا بیشتر باشه، غذا اون مافینتون خیلی پف میکنه و شکل خیلی قشنگی میگیره. واقعا شکل قشنگی میگیره. من حس میکنم تخم مرغش گرم، پس 2 تا تخم مرغ دیگه اضافه میکنم. اینا بگم که اضافه کردن ادویه هم اختیاریه. بعضی دوست دارن زردچوبه‌اش بیشتر باشه، پس بیشتر زردچوبه میذارن. بعضی دوست دارن اصلا حذفش کنن، میتونن حذفش کنن. ولی خب زردچوبه تو این غذا الزامیه چون بوی بد تخم مرغ میگیره و تمام این ادویه‌ای که ما امروز استفاده کردیم واسه گرفتن بوی بد تخم مرغه که بعد از پختن بوی بد تخم مرغ به دماغمون نزنه و ما رو اذیت کنه. پس بازم تو ادویه ها دستتون بازه و اختیاریه، میتونید کم کنید، زیاد کنید یا اصلا حذف کنید یا ادویه جدید بهش اضافه کنید. مواد من آماده است واسه اینکه بره توی قالب و درست بشه. بریم با هم دیگه که بذاریمش که بپزه. همراه باشید با من. خب الان ما برای درست کردن
این مافین من از این قالب استفاده کردم، از این سینیایی که مخصوص مافین و کاپ کیک هست دارم استفاده میکنم. بعضی هست از این سینیا ندارن. کسایی که از این سینیا ندارن مشکل نداره، شما میتونید از این قالب‌ها استفاده کنید. تو بازار هست و راحتی گیر میاد، میتونید راحت از اینا استفاده کنید. چیز خیلی خوبی هست، هم تو فر میره هم تو سرخکن میره و چیز خیلی خوبیه واسه کسایی که از این سینی ندارن و نمیتونن با این سینی ها درست کنن. راحت شما میتونید از این ظرفا بگیرید و از این ظرفا استفاده کنید. خب من امروز هم تو این ظرفا براتون درست میذارم که به پز درست میکنم و هم تو این سینی. دو مدلش رو با هم دیگه درست میکنیم. خب اولین کاری که میکنیم، روغن که داشتیم رو شروع میکنیم باهاش سینیمون رو چرب میکنیم. و همینطور کف این قالب‌ها هم چرب میکنیم. دوستان در نظر بگیرید مافینامون تو این ظرف جدا میشن از هم دیگه، ولی تو این ظرفا وقتی که درست میکنیم دیگه از هم جدا نمیشه و همینطوری تو این ظرفا باید سرو بشه. خوبی این ظرفا اینه که این مافینا برای وقتایی که مهمونی، تولدی، جشنی چیزی دارید راحت میتونید همین مافین و همین غذایی که داریم درست میکنید رو تو این ظرفا بذارید و توی سینی بچینید و سرو کنید و خیلی هم مقرون به صرف است. اندازه این ظرف حالا بزرگ و کوچیک هم داره. خب الان میریم برای پر کردن قالبمون. یه ملاقه تو هر کدوم بریزید کافیه. این قالبمون هم پر میکنیم به این شکل. قالبمون رو پر میکنیم. پنیر پیتزایی که گذاشته بودیم کنار رو الان ما میایم و روی کار میذاریم. روی مافینا گذاشتیم. اضافه کردن این پنیر پیتزا آخر کار کاملا اختیاریه. اصلا اگه دوست دارید کلا میتونید پنیر پیتزا رو حذف کنید، ولی خب پنیر پیتزا طعم خوشی بهش میده و آخر کار شکل خیلی قشنگی هم بهش میده.
این مافینامون که توی این ظرف گذاشتیم و با گوجه رو تزیین کردیم. بقیه هم به همین روش اضافه میکنیم و تزیین میکنیم روش رو. کارمون تقریبا تموم شده. میریم که بذاریمشون توی فر. مافینا رو به مدت 20 دقیقه رو دمای 180 درجه توی فر یا توی تنور میذاریم که بپزه. خب دوستان، اینا رو توی این ظرف‌های آلومینیومی رو مافینا رو میذارم توی سرخ‌کن هوایی. و میذارم که بپزه. اگه سرخ‌کن هواییتون دیجیتاله که بکنم درجه بندی داره و بهتون نشون بده که چه غذایی رو چطوری باید بپزه. و اگه مثل من از این سرخ‌کنایی دارید که یه ذره قدیمی تر هست، روی دمای 160 درجه بذارین به مدت 15 دقیقه بذارین که راحت برای خودش بپزه. خب الان ما مافینمون آماده است. از تو فر درشون آوردیم، از توی سرخ‌کن درشون آوردیم. به این حالت توی سرخ‌کن که میذارید میشه هم شیکه هم خیلی قشنگه. مافینایی هم که توی سینیه رو میذاریم یه 5 دقیقه خنک شه. بعد از اینکه خنک شد از توی سینی میکشیم بیرون و تو ظرف سرومون میذاریم. خب دوستان، غذای ما آماده شد، مافینای ما آماده شد. امیدوارم که خوشتون اومده باشه، از این ویدیو لذت برده باشین. مافینا رو از ظرف خارج کردم، توی ظرف سرو گذاشتم و به این حالت شد. اینا هم که ظرفای تکیه بهتون نشون داده بودم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.